هذا النور شفاء صدور. با نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما عقیقه از نظر اسلام. دین مبین اسلام رکن‌های عقیقه را به یک نظام و چارچوبه معین درآورده است. خداوند متعال وقتی برای کسی فرزند عطا کند، پس پدر و مادر او باید برای فرزندش طبق دستوراتی که دین مبین اسلام معین ساخته است عقیقه نماید. عقیقه چنین هست که اگر زن پسر تولد کند، پس برای این پسر 2 گوسفند ذبح و یا خرید کرده می شود و اگر نوزاد دختر باشد، پس برای او 1 گوسفند عقیقه کرده می شود. عقیقه یعنی طعم خرسندی است که برای شکر و سپاسگزاری پروردگار انجام داده می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند همراه پسر عقیقه است، از جانب او خون نماید و یا ناراحتی موی سرش را از او دور سازید. رواه بخاری 5471 5472. سنن ابو داود 2839، سنن ترمذی 1515، سنن ابن ماجه 3164. طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام 7 روزگی باید موی سر طفل نوزاد تراشیده شود و به وزن آن خیر کرده شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کودک در گرو عقیقه‌اش می باشد، از جانب او در روز 7 روزگی تولدش ذبح کرده شود و همچنین نامگذاری کرده شود. سنن ابو داود 2837 2838، سنن ترمذی 1522، سنن نسائی 4231، سنن ابن ماجه 3165. اگر با سبب‌های کمبودی نتواند که در روز 7 عقیقه نماید، پس روز 14 و یا روز 21 می تواند که عقیقه نماید. پس اگر مشکلی اقتصادیش زیاد باشد، می تواند که بعد از 1 ماه پس عقیقه نماید. یعنی دیگر راست آمدن روز 7 تولد کودک شرط نیست. حیوانی که برای قربانی کردن ذبح کرده می شود، پس برای عقیقه نیز چنین حیوان باید ذبح کرده شود. و اون حیوانی که برای قربانی کردن جایز نیست، پس برای عقیقه نیز چنین حیوان جایز نیست. یعنی حقوق هر دو برابر است. گوشت ذبح عقیقه را می تواند خام خیر کنند. اگر کسی توانایی عقیقه را داشته باشد، 1 گوسفند عقیقه نماید و اگر توانایی آن را نداشته باشد، پس عقیقه نکند و هیچ گناهی برای او نیست. زیرا عقیقه در اسلام امر مستحب می باشد، با رسانیدن مبلغ کرده می شود و با نرسیدن کمبودی روزگار هیچ اشکالی ندارد. عقیقه را نباید برای همه واجب دانست، زیرا عقیقه در حکم و در قیاس به حج قربانی کردن برابر است. عقیقه را باید در داخل اهل خانواده گذرانید. آمدن همه مردم شرط نیست. ترمذی در شرح حدیث 1514 می فرماید که روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانب حسن پسر علی رضی الله عنه 1 گوسفند عقیقه کرده است و بعضی اهل علم به همین حدیث عمل میکنند. دوستان عزیز، این بود کمی معلومات آیدی عقیقه. خدا مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.